جمعیت سهامی کشاده اوریون بانک در سال 2019 در بین میزبان خویش عکس اقدام با برار را جاری کرده است. در اساس این عکسیه هر ماه 20 نفر میزبانی که با فیلیال های جمعیت سهامی کشاده اوریون بانک در شهر و نویه های مملکت همکاری دارند صاحب سرتیفیکات اقدام با برار و 1000 سومانی مکافات پولی میگیرند. در فیلیال جمعیت سهامی کشاده اوریون بانک در نویه شهرنو به میزبان مطلوب خان عبیدووا که غالب عکس نوبتی گردیده است سرتیفیکات انتقال با برار و 1000 سومانی تقدیم کرده شد. من یکی از مشتریان بانک اوریون بانک می باشم. از خدمت رسانی بانک مذکور خیلی منتظر هستم. برد همین روزه من نشان می دهد که نظام بانکداری تاجیکستان منفعت مشتریان خود را همیشه در نظر داشته فعالیت می نمایند. پیشرفت های ساحه بانکداری تاجیکستان با راهنمایی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عملی می گردد. در فیلیال جمعیت سهامی کشاده اوریون بانک در نویه رودکی نیز نیسا شابودینووا صاحب اقدام با برار گردیده از جانب کارمندان بانک به او سرتیفیکات و 1000 سومانی سپرده شد. سالهای زیاد است که با اوریون بانک همکاری میکنم. سری وقت مبلغای خودمون را میگیریم. مناسبت کارگران با میزاجان خیلی خوب است. خیلی خوب ما را قبول میکنند. مبلغای ما را سری وقت میدهند به ما. قابل ذکر است که عکس اقدام با برار از جانب جمعیت سهامی کشاده اوریون بانک از ماه اپریل سال روان آغاز گردیده تا ماه دکبر دوام خواهد کرد. هر میزبانی که از اینجا بیشتر مبلغ‌های انتقالی را قبول می‌نماید صاحب سرتیفیکات و مکافات می‌گردد.